bismillahirrahmanirrahیم. هیئت رهبری لیست خصوصی دانشوران کشور عید سعید فطر روز پاداش، عبادات صادقانه و شب‌های پربرکت رمضان را به تمام مسلمانان عزیز به ویژه به جامعه علمی و فرهنگی کشور عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می‌دارد. این عید بزرگ نماد فداکاری، طاعت و پیوند مستحکم انسان با خداوند متعال است. عید فطر فرصت است برای شکرگزاری به درگاه خداوند، تجدید عزم در مسیر خدمت به بشریت و تقویت اراده برای ادامه راهی که در آن فضیلت، علم و انسانیت را به ارمغان می‌آورد. لیسه عالی خصوصی دانشوران کشور با افتخار و اعتقاد راسخ به تربیت نسل آگاه، متحد و مبتنی بر اصول انسانی و اخلاقی همواره در این مسیر گام برداشته است. امیدواریم این عید فرخنده برای شما و خانواده‌های محترمتان مملو از آرامش، برکت و موفقیت‌های پایدار در تمام ابعاد زندگی باشد. از درگاه خداوند متعال برای شما عزیزان موفقیت‌های مستمر، برکت‌های بی‌پایان و سعادت در این دنیا و آخرت را آرزومندیم. باشد که همواره در مسیر علم، خدمت به جامعه و رشد فردی قدم بردارید و در زندگی به قله‌های نور، حکمت و معرفت دست یابید. در پایان یک بار دیگر عید سعید فطر را برای همه هموطنان و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. دانشوران کشور مکان آموزش بهتر داخل جریان